راستی که توسط این مسابقه ها ما زیبایی وطن عزیز و منظره زیبای وطن ما نشون دهیم. هم ورزش هم سیاحی. این خیلی خوب است. از دویدن حلاوت میبرم. بله، این خیلی زیباست. راه خیلی زیبا بود عالی جناب، لیکن دشوار. از همه منطقه دشوار کل یکم، کل دیوم و کل آخرام بود. از شهر پنجکین تا به موضع هفتگل توسط نقلیات مسافرکش حرکت کردیم. نقلیات ما از میان دیه ها، کوه ها و دریاچه ها گذشته توسط راه های سنگی دشوار کوهی پیش می رفت. مقصد از این سفر برگزار شدن دویمین ماراتون بین المللی کوهی بود که طی 50 نفر ورزشکاران و دوستداران دو در آن اشتراک می‌کردند. تقریباً بعد 2 ساعت به کل یکم رسیدیم. طبق نقشه ماراتون از کل یکم آغاز شده تا به کل هفتم ادامه خواهد کرد. با گفته مسئولین مسافه دو 21 کیلومتر و 97 متر را تشکیل می‌داد. روزگار نیمی جهان گشتم و با مثل این وطن من زیبایی جو با فکرم نری جو نیست. بعدی حاضر در وطن ما بعد استقلالیت تمام ورزشکاران میتونن همه جا مسابقه ما از جمله در تمام دنیا در مسابقه اشتراک کردگی و از سیاست خیراتمندانه پرزیدنت کشورمون جناب عالی محترم مولی رحمان که با ورزشکارا فضای آزاد دادن و چنین منظرهای زیبا تشکیل کردن مسابقه‌های وی رو دادن بینیاد می‌نداریم و از حکومت شهر پنجکین از اول وقتی یکماش خواستیم کردن دستگیری کردن برای که اون کس 2-3 قدم پیش می‌دیدن و از همه آدمایی که سپانسورها که یاردم دادن از همه اونها می‌نداری از اورنگ داجیس پرس منطقه کشاد آزاد و از تمام شرکت‌های سیاحی پنجکین و وطن بنیاد می‌نداریم. در قطار دونده‌های تاجیک از 12 کشور خارجه برای اشتراک کردن در این ماراتون اشتراکچیان جلب شده بودند. شارلوتا از کشور بلژیک است. میگوید که تاکنون در کشورهای گوناگون بوده است ولی بار اول است در پیراهای کوهی در مسابقه دویدن اشتراک می‌کند. نام من شارلوت است. از کشور بلژیک هستم. 23 سال دارم. دانشجویم و در شهر دوشنبه با تحقیقات علمی مشغولم. بار اول به اینجا آمدم. این گونه منظره های زیبا دارد. با من هفتگل خیلی پسند آمد. ماراتون هم در سطح عالی می‌گذرد. کانور از بریتانیا کبیر است. چند است که در تاجیکستان قرار دارد. تا جای با زبان تاجیکی حرف زدن را آموخته است. سلام علیکم، نامی من کانر، من از انگلیس هستم. حاضر من تیار هستم برای میدوام. بیاری کی من میدوام روز میدارم. It's going to be amazing. I'm ready. Man, koi balloon in Tajikistan for fish. Da. Thanks, guys. Come on, guys. Rakwati kalon. همین طریق ماراتون آغاز شد. در برابر 50 نفر دونده ها که از شمار مهمانان بودند، چندی از مردمان محلی نیز به ماراتون همراه گردیدند.
мусобиқа бори дуюм гузаронда шудаем. Бори якум баъзе хатоҳо шуда буданд, баъзе хатоҳо масалан об кати камтар танқид шуд ки ҳозир мо ин хатогиҳо ислоҳ кардем. Бори якум 7 давлати хориҷӣ иштирок кард. ҳозир қариб 13 давлати хориҷӣ иштирок кард. мафкурам зиёда аз 45 нафар иштирокчӣ ҳозир иштирок карда истодааст ки аз 13 давлат омадагӣ. Росте ки тавассути ин мусобиқаҳо мо зебогии ватани азизон, манзараҳои зебои ватани мо нишон диҳем ва бинанд, ҷаҳон бинад ба воситаи ин ҳам варзиш, ҳам сайёҳӣ. боз як чиз дига қобили қайд аст ки дар ин ҷо аз ҳама беҳтаринаш ки ҳазоақӣ месупоранд, взнос ҳазоақӣ месупоранд 120 сомон. ин беҳтарин аст барои нафарои аутизм, одамои дорои аутизм аст. ин маблағ ба онҳо мерад ки асоси яке мақсади асосии мусобиқа дастгирӣ дорои аутизм. باری اول است که من در خیلی نیم ماراتون اشتراک میکنم. مرایی که هست راهی که انتخاب کردگان خیلی دشوار است. من فکر میکنم برای ورزشکارایی که میخوان درجه بلندی کسبی خود برای خود رسیدن این یک تکانی نقض میتونه برای ویا و برای خارجیانی که این دولت میبیان برای تماشا کردن خیلی منظرهای زیبا هست. در اینجا 7 کولی هست که 7 کولی که ما گذاشتیم چقدر جاهای زیبا هست و بسیاری مردم خارجی که اینجا با شهر ما میان و دولت ما میبیان برای خیلی جالب است اینجا. زولبات اوربان از افریقا از کشور کنیا است. هرچند افریقایی ها در دویدن مهارت خوب دارند ولی برای زولبات دویدن در پیراهه کوهی کاری چندان آسان نبود. من همیشه با دویدن مشغول هستم ولی این دویدن های من در سطح کسبی نیست. به اندیشه من یکی از هدفهای اساسی این چوره‌بینی دستگیری کودکان است. درست است، ما باید همیشه کودکان را دستگیری کنیم. اینجا چقدر آدمان جمع آمدند. بسیار خوشحال هستم که در اینجایم. حامد رضا از پاکستان است. مدتی است که در تاجیکستان زندگی می‌کند. درباره برگزار شدن این ماراتون توسط یک دوست تاجیکش آگاهی پیدا کرده است. Hello everyone, I am from Pakistan. I am studying in Dushanbe. به همه سلام، من از پاکستان هستم و در شهر دوشنبه تحصیل میکنم. حالا من در ماراتون 21 کیلومتری 7 کولی پنجاکن اشتراک کرده ایستادم. بیناداری خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان میرسانم. این داو برای من پسند آمد. بسیار خواهش آن را دارم که در آینده نیز این گونه مسابقه ها تست برگزار کرده شوند تا ما باز در آن اشتراک نماییم. در برابر دونده ها گروهی از نواربرداران به نقلیات سوار شده وابسته به جریان حرکت اشتراکچیان ماراتون آنها را نواربرداری می‌کردند. راه‌های سنگی برای نقلیات دشواری پیش می‌آورد. دونده هایی که در مسیرهای کوهی تجربه داشتند در برابر نقلیات ما حرکت می‌کردند و گاه از ما پیش می‌گذشتند. از همش 10 کیلومتر و این کیلومتر اخیران یعنی 2 کیلومتر 3 کیلومتر اخیران کم دشوار بود و پر اینا که ما در اینجا دویده بودیم یعنی این راه رو میدونستم که کدام جاش کوتاه است یا چخیل هست اومدم. یولیا مکاروا تاکنون در بسیار ماراتون و نیم ماراتون هایی که در کشورمان دایر می‌گردید اشتراک کرده است. تا این دم در راه‌های کوهی ندویده بود. از این جهت دویدن برایش اینجا خیلی دشوار بود. راه خیلی زیبا بود علی جناب لیکن دشوار تمام راه با بالا
تشکیل بهترین بود. تشکر زیاد برای تشکیلچیان. حتما بار دیگر میآیم. این راه در کوه تمام با بالا این دشوار که تیار نکردم. من مشق کردم در دوشنبه در باغ در باغ پرچم باغ رودکی، لیکن اینجا در کوه خیلی دشوار گفتم. Хочу проверить свои силы и посмотреть на эти прекрасные места, в таком месте пробежаться, заняться, поучаствовать в спортивном мероприятии, в таком необычном, очень красивом месте. بعد گذشت 2 ساعت نقلیات ما در میان کلهای ششم و هفتم در دهه هزار چشمه قرار کرد. زیرا اکنون نقلیات ما در چنین راههای دشواری کوهی توانی بالا حرکت کردن را نداشت. دهه هزار چشمه چشمه‌سار را میماند. راهبر دفتر مطبوعات شهر پنجکین که ما را همراهی میکرد و ما درباره این دهه معلومات داد. سیاحان خیلی زیاد می‌بینن. این از مشاهده‌های من مثلا از بس که در اینجا 4 استراحتگاه خانه‌های قبول سیاحان، یک پایگاه سیاحی کل‌های مرغزار است در کل ششم زیاد سیاحان می‌بینن از تمام مملکت‌های دنیا. و این سال سال گذشته خاص‌تر از جمهوری ازبکستان خیلی روزهای شنبه یکشنبه روزهای استراحت می‌بینن و زیاد می‌بینن. من سیاح‌های بیرونه سیاح‌های داخلی هم زیاد می‌بینن. مثلا برای در همون پایگاه سیاحی کل‌های مرغزار 90 نیست. مثلا پیشکی قای صاف میکنن که ما بریم. مثلا امکاناتی در این داد سایه‌های خیلی در سطح بلند و برد برای ماندن ممکن است. مثلا اگر ما توانیم که مثلا معرفی خیلی شایسته کنیم در سطح جهان، مثلا باوری دارم که شماره سیاحان باز بیشتر میشه. در همین دهه با یک گروه جوانان دچار آمدیم و گفته خودشان هر تابستان 2 یا 3 مرتبه به اینجا می آیند. آنها در اینجا به کوهنوردی مشغول می شوند. ما دیگر نمودی سپورت رو انتخاب کردیم. سپورتی که ما انتخاب کردیم این هایکینگ است. ما بیشتر کوه برای را نمی‌ریم. بیشتر جای خوشرو می‌بینیم. کوه می‌بریم نه؟ بسیار کوه می‌بریم. در یک ماه تقریبا 1-2 مرتبه ما با یگان گوشه و کنار تاجیکستان سفر می‌کنیم. بعد گذشت فرصت نقلیات موفق‌تری را برای راه‌های کوهی پیدا کردیم و به طرف کل هفتم حرکت نمودیم. در آنجا در خط آخری مره دونده‌ها را رئیس فدراسیون ورزش سبک دلشاد نظر، محمد شاه عبداللهیف کاتب ژنرالی کمیته ملی المپیک، رئیس شهر پنجکین و دیگر داوران و متصدیان چهاربینی انتظار بودند. از میان مردم اولین شده به مره دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان ظهورشاه نجم‌الدین رسید. همچنین از میان مردم جای دوم و سوم را سمرالدین عظیموف و باباجان یتیموف صاحب شدند. من در این مسابقه که 7 گل گذشت در مسافه 21 کیلومتر سزاوار جای اول گشتم. من که خودم از ناحیه شمس‌الدین شاهین میباشم، یعنی اونجا هم به مثل همین جا کوهسار است. یعنی دوره‌ای که مکتب میخوندم همونجا مشق میکردم. در کوهستان دویدن نه اونقدر دشوار بود و من کوشش میکنم که در مسابقه های بین المللی پرچم برداری ملت خویش باشم. تشکر خود را
ба мураббиям негмату ғайрат мерасонам ки моро ба чунин мартабаҳо расонидаанд. раҷабмоҳ абдуллоева аз миёни бонувон масофаи 21 километру 97 метрро аввалин шуда тай кард. маҳина баротова ва марҷона маҳкамова ҷойҳои дуюм ва сеюмро соҳиб гардиданд. طول 6 سال است که من در همه ورزش شبو مشق میکنم و من در این شهر پنجکن در مسابقه 21 کیلومتر سزاوار جای یکم گشتم و من میخواهم که خیلی نتیجه‌های زیادتر ایشانتیم از سال آینده نصیب باشد. من در دانشکده تربیت جسمانی با نام سیمون رحیموف میباشد دوم کورس میباشم. آنجا خیلی مرا دستگیری میکند. سفر شدی از آن کس خیلی میندار هستم که همون دانشکده تربیت جسمانی رو من خیلی دستگیری میکنند. من در این هفتگل یکم بار است که میدوم و سال آینده نصیب باشد میخواهم که خیلی نتیجه‌های خوب را نشاندیم. دولت‌های دیگر هم میرویم مسابقه نیم ماراتون، اونجا ما اشتراک میکنیم و من همین نوکی در خطای بودم چندوده بودم. در آنجا 115 دولت بود. من آنجا خیلی حریفا سخت‌تر بودن، ما سزاوار جا نگشتیم. مشقا را میخواهیم که سخت‌تر کنه و نتیجه‌های خوب را ایشاندیم. اینجا باد و هواش خیلی خوبتر بود و بلندی‌هایش، کوه‌هایش، آبش همش مدام معقول شد. میخواهیم که سال آینده نتیجه‌های خوب را ایشاندیم. бонуи белгиягӣ Шарлотта Тайлич баъди расидан ба марра дар соҳили кӯли ҳафтум як нав амалҳои гимнастикиро иҷро мекард. хеле хаста менамуд. мегӯяд ки ба ҷуз давидан ва варзишҳои дигар низ майл дорад. мусобиқаи дав бисёр олӣ гузашт, вале 3 километри охир бароям хеле мушкил буд. аввалин бор аст дар мусобиқаи дав ширкат меварзам. инҷо бисёр зебо аст. дар инҷо будан бароям хуш аст. гарчанде ки хастагиро дар пойҳоям эҳсос мекунам, аммо хушҳолам, ки дар ин чорабинӣ иштирок кардам. имрӯз дар нимарафон ҷои чорум иргол намудам. фаҳмидам ки Таҷикистон кишвари барои одамони кавӣ аст. این طبیعت این روح برای آدمانی قوی در کار و تو برای این مسابقه برای نیم ماراتون دویدن تمام کردن با فینیش اومدن قوای زیاد در کار. لیکن طبیعت خیلی زیبا، طبیعت بهترین. баъзе ҷоро давида гузаштем, баъзе ҷоро роҳ гаштем. ара ҳаракат кардем ки то охира омада расем. аз ҳама минтақаи душвор кӯли якум, кӯли дуюм ва кӯли охирон буд, барое ки баландияш хеле вазбин буд. мо ҷоро давида натунистем, раҳ гаштем. дар давидани ин масофа бо чанд хориҷӣ шинос шудем ва барои мо хеле аҷиб шуд ки мо бисёри хориҷиёро дидем дар инҷо худшон сайргашт мекунанд ва ин раҳҳоро фақат бо воситаи раҳ гаштан тай мекунанд. баробари ба поён расидани марафон маросими ҷамъбастиён дар соҳили кӯли аввал доир мегардид. аз ин рӯ қисме аз иштирокчиён тариқи нақлиёт ба поён ҳаракат карданд. нафароне ки бенақлиёт монда буданд, пои пиёда лозим омад ки масофаи зиёда аз 3 километрро то ба деҳаи ҳазорчашма тай намоянд. мо низ аз шумори пиёдагон будем.
دو نقلیات مسافرکش باقیمانده ها را سوار کرده به سمت کوری یکم حرکت کرد. من از نتیجه خیلی قناعتمندم. خیلی بود بعضی خطاگی‌های مایده بود که ما باید آینده با اصلاح میکنیم، برای که اصلاح میکنیم به این نمیشد. هر یک کار خطاگی کمبودی شد. سوم، چهارم، پنجم و در آینده هم باید زیباتر شود. خود زیباتر شود. ورزشکارا نقض دویدن. من فکر کردم که 2 ساعت 2.5 میشد. اونها قریب برابر ماشین دویدن. از ماشین هم تیزتر اومدن به مرا. من بینویت خرسند شدم که های داریم ورزشکارا نقض. بسیارتر چنین مسابقه سطح بین‌المللی میکنیم. تمام نمودی ما پیش میرد. ما باید در خونه بسیارتر مسابقه بین‌المللی جهانی یا آسیایی کنیم که پیشروی میشد. مراسم جنبش دومین ماراتون بین‌المللی کوهی به افتخار جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در قرارگاه اساسی هفکول دایر گردید. برآمد کنندگان راجع به پیشرفت حیات انسانی، قدم‌های استوار تاجیکستان در ساحه‌های گوناگون حیات از جمله ساحه ورزش اندیشه‌های خود را ابراز داشتند. بعداً به غالیبان مدال و افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. در انتها کل اشتراکچیان با تحفه‌ها قدردانی کرده شدند. فاتح مختاروف پهلوان رشته گشتین طرز آزاد و سوما از تشکیل کنندگان اساسی این ماراتون میباشد. سال دوم است که ماراتون هفتگل را به راه میماند. نیت دارد که همه ساله این چاره‌بینی را تشکیل نماید. و یکمین بار این مسابقه سایت خودش رو دارد. سایت هفتگل 7 legs سایت دارد این مسابقه. این هم یک وای تاریخی و در اون من باوری کامل دارم و واسه این سایت با بسیارتر اشتراکچی‌ها با بسیارتر میشد و در رفع نیت داریم که 33مین سالگرد استقلالیت 33 دولت تشکیل کنیم. نیتمون 33 دولتی دنیا با هم اشتراک کنند زیبایی وطن ما ببینیم. پیشروی میشد. این فوندامنت ما باید هر سال زیادتر کنیم. این وطن عزیز ما داریم سربلند باشد، باید که ما در تمام دنیا برداشته شود.